سلام بچه، من لادنم. میخوایم امروز با دوستم لاله مصاحبه بکنیم. لاله بچه ها، لاله چند سالته؟ لاله چند سالته؟ خب بچه فردا تولد لاله است. خب لاله جون، لاله میشه بلندتر صحبت بکنی؟ چی گفتی نشنیدم. خب لاله بگو ببینم گل مورد علاقه چیه؟ که شب لاله بگو ببینم ورزش مورد علاقه شنا. آفرین درست گفتی. بچه لاله خیلی وقته که داره روی فن بیانش کار میکنه. یه سری کلمه ها رو میتونه آره میتونم همه کلمات رو میتونم خیلی تمرین کردم بچه ها، نمیخواستم بگم ولی خیلی تمرین کردم. ولی خب اسمم گرفت. بگو چرا اسمتو گذاشتن لاله؟ بگو چرا اسمتو گذاشتن لاله؟ چون لالم. لاله میخوام آخرین حرفتو با بچه ها بزنی. بچه آخرین حرفم اینه که کسایی مثل من که مسخره نکنید. آره ما هم نکردیم. نه نکردیم. ما هیچ منظوری نداشتیم. هیچ حرفی نداشتیم. فقط می‌خواستیم از حقوق لالان بچه موامو کوتاه کردم، تبریک بگیم.